محترم جناب رئیس، خانم ها و جنابان، سال جاری سال انجام تطبیق هدفهای رشد 1000 ساله است. دستاوردها و درس‌های از تطبیق هدفهای مذکور گرفته ما اساس تهیه روزنامه نوی رشد را برای دوره بعد سال 2015 تشکیل دادند. در این کار گروه کاری بین حکومتی هیئت کشاده داشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقشی مهم بازید و به آن میسر گردید که در ظرف 2 سال اخیر هدفهای رشد استواری برای دوره تا سال 2030 پیش بینی شده را معین سازد و هم آهنگ نماید. همین طریق ما به نزدیکی به تطبیق روزنامه نو آغاز میکنیم و آن در شرایط افزایش پیدا کردن نتیجه های منفی تهدید و خطرهای جهانی از قبیل تروریسم بین المللی و افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، جنایتکاری متشکل، نزاع‌های مسلحانه، بحران‌های مالیوی و اقتصادی، آذوقه‌واری و انرژتیکی، تنزل ذخیره‌های طبیعی و تغییرات اقلیم، آفت‌های طبیعی و تکنوکراسی، پنجشوی بیماری‌های سیرایت کننده صورت خواهد گرفت که آنها به امنیت و ثبات جهان خطر ایجاد نموده می توانند مانع رسیدن به رشد استوار گردند. از این رو ما چنین می شماریم که سعی و تلاش‌های علاوگی جامعه جهانی باید به تشکل فضای مساعد به خاطر تطبیق هدفهای رشد استوار در مقیاس دنیا روانه کرده شوند. سند نو حجت نادر است، زیرا با آن هدف و وظیفه‌های مشخص در بخش رشد اقتصادیات، انکشاف اجتماعی و حفظ محیط زیست، این سه پایه رشد استوار به طور منظم و مکمل شامل شدند. ما اطمینان داریم که مجموعه وظیفه و مقصدهایی که در چارچوب هدفهای رشد استوار معین شدند و به حل و فصل چنین مشکلات از قبیل ریشه‌کند کردن کمبزاعتی، تأمین امنیت آذوقه‌واری، تأمین تندرستی و معارف با صفت، استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، بهتر نمودن دسترسی به منبع‌های ارزان و با اعتماد انرژی، بنیاد انفراساختار رشد یافته، اندیشیدن چاره‌های تعجیلی به مقابل تغییرات اقلیم و پیامدهای آن، کاهش دادن سطح نابرابری بین کشورها، تأمین برابر گندری در مقیاس جهان روانه شدند، ادامه منطقی هدفهای رشد 1000 ساله محسوب می‌یابند. جناب رئیس، تاجیکستان که در روند تطبیق هدفهای رشد 1000 ساله کشور پیلوتی بود، به روند تکمیل برنامه پیشینه، تهیه و تطبیق برنامه نوی رشد برای دوره بعد سال 2015 توجه خاصه می‌دهد. از این رو جمهوری تاجیکستان هنگام تهیه و هم آهنگسازی برنامه رشد جهانی برای دوره بعد سال 2015 فعالانه شرکت ورزید و از طریق گذراندن مشورت‌های ملی با مقصد هرچی وسیع‌تر انعکاس نمودن کوشش و تلاش دایره‌های وسیع اهالی مملکت در سمت آینده‌ای که آنها می‌خواهند در این گفتگوی عمومی جهانی سهم گرفت. حالا حکومت تاجیکستان استراتژی نوی ملی رشد کشور را برای دوره تا سال 2030 و برنامه میان ملتی رشد ملی را برای سالهای 2016-2020 تهیه کرده ایستاده است که در آنها علاوه بر سمت‌های افضلیتناک رشد استوار کشور، وظیفه‌های در هدفهای رشد استوار معین گردیده هرچه زیادتر به نظر گرفته خواهند شد. برنامه استراتژی قالبی سازمان ملل جهت کمک به رشد تاجیکستان برای دوره سالهای 2016 تا 2020 که به نزدیکی هم آهنگ گردید به این امر مساعدت خواهد کرد. هدف اساسی برنامه و استراتژی تهیه شونده بلند برداشتن سطح زندگی اهالی کشور از طریق تأمین نمودن رشد استوار اجتماعی و اقتصادی است. با مقصد حل و فصل موفقانه مجموعه مسائل اجتماعی و اقتصادی و اکولوژی در چارچوب استراتژی ملی رشد کشور تا سال 2030 ما چنین هدف‌های استراتژی را مثل تأمین امنیت انرژتیکی، رهایی بخشیدن کشور
از بنبست کمونیکاسیونی و تأمین امنیت آذوقه‌واری معین نمودیم که به تطبیق آنها نائل شدن به هدفهای رشد استوار دشوار است. در نوبت خود برای اجرای این هدفها تطبیق برنامه‌های مربوطه در سطح ملی، منطقوی و جهانی ضرور است. در این روند برای ما افزایش ثمره استفاده ثروت‌های ملی و سرمایه انسانی، دیورسیفیکاسیا و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، تقویت رشد ساختاری کشور، تحکیم طبقه میانه و اینچنین رشد متوازن همه مناطق مملکت سمت‌های افضل‌ناک محسوب می‌شوند. برای موفقیت اجرا نمودن این وظیفه‌ها سفربر نمودن واسطه‌های مالیوی ضروری لازم است که در شرایط تحولات زود تغییر مناسبت‌های بین المللی و سر زدن بحران‌های نو به نو در مناطق مختلف دنیا کار مشکل است. از این رو سریع بودن افزایش حجم کمک رسمی برای رشد که عامل مهمی با مبلغ تامین نمودن انکشاف است احساس می شود. این وضع فعالتر گردانیدن تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری را که محرکان اساسی رشد سه سالان می باشند، اینچنین هوشمندسازی و مساعدت نمودن به انتقال تکنولوژی‌های نوی از لحاظ اکولوژی قابل قبول را تقاضا دارد. جناب رئیس، واضح است که راه آغاز کرده ما به سوی رشد استوار هموار و آسانی است. از این رو ما باید عزم دست جمعانه خود را نگاه داریم و به کشورهایی که با مشکلات زیاد روبرو هستند دست یاری دراز نماییم. ضمناً در یاد باید داشت که بعضی کشورهای رو به انکشاف تطبیق برنامه عمل را برای رشد استوار در وضع خیلی نامساعد آغاز می نمایند. بنابراین ضرورت دستگیری نمودن کشورهای در وضعیت مخصوص قرار داشته از جمله مملکت‌های رو به انکشاف در منطقه‌های بلندکوه و دشوارگذر واقع گشته، اینچنین کشورهایی که به بر راه برآمد ندارند باقی میماند. جناب رئیس، در فرجام سخنرانی خود میخواستم تاکید نمایم که تاجیکستان من بعد نیز با جامعه جهانی، مؤسسه و برنامه‌های سازمان ملل، کشورهای شریک و سازمان‌های منفعت‌دار به خاطر تطبیق موفقانه هدف‌های رشد استوار فعالانه همکاری خواهد کرد. از توجهتان سپاسگزارم.